یک زن 70 ساله از جماعت نوگیلم اسفره با پسری 47 ساله، دختر و کلین و دامادهایش در راه به سوریه دستگیر شده، حالا در کرسی عیبداری در دادگاه ولایتی سوغد نشستند. بازداشت آنها آخر سال گذشته در مرز میان ترکیه و سوریه صورت گرفته است. محاکمه پروندهشان روز 10 اپریل در شهر خوجند آغاز شد. یک منبع آگاه از این پرونده گفت که فعلا 7 عضو این خانواده از جماعت نوگیلم اسفره به حیث جوابگر در دادگاه حضور دارند. مقامات 2 عضو دیگر خانواده را به دلیل نابالغی و بیماری روحی از جوابگری جنایی آزاد نمودند. این منبع گفت در اصل اینها 27 خویش و تبار بودند که سال گذشته در 3 مسافربری خرد به سوریه می رفتند. 2 مسافربر در مجموع 18 نفر مرز را گذشتند و مسافربری سیوم را که شامل 9 نفر بود نیروهای ترکیه بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمودند. از اینها نام برده نمی شود. مقامات تنها گفتند که این خانواده در بازپرسی و روز اولی مرافعه اقرار کرده است که به خاطر هجرت و اشتراک در جهاد به سوریه رفتنی بود. بنا به خلاصه تفتیشات، این افراد با تشویق پسری 47 ساله خانواده ماه مارس سال 2017 از تاجیکستان به قزاقستان و از آنجا به ترکیه رفته است. 9 نفر آنها هنگام حرکت از شهر خطه ترکیه به ایدلیب سوریه دستگیر شده، 18 نفر دیگر به سوریه گذشتند. علیه پسری 47 ساله خانواده بر اساس 3 بند کودکس جنایی جلب و اشتراک در واحد مسلح، زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر کشورها، تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد جنایتی پرونده باز شده است. 6 نفر دیگر بر اساس ماده جلب و اشتراک در واحد مسلح، زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر دولت‌ها متهمند. در روز اولی مرافعه عیبدار شونده ها گفتند که در وطن حقوق‌های دینی آنها از جمله در مورد پوشش مذهبی محدود میشد. یکی از زنان عیبدار شونده گفته است بار او را پلیس محلی در بازار داشته برای دست کشیدن از سطر و بستن رویمال تشویق کرد. تنها یک دختر این خانواده از سفر به سوریه خودداری کرده در اسفره مانده است. در همین حال مختار احمدوف، رئیس جماعت دهات نوگیلم، روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرد 47 ساله خانواده در سرحد سوریه بازداشت گردیده چند سال آخر همراه عائله‌اش در دوشنبه زندگی میکرد. او ختم کرده دانشگاه بوده، مدت با اختصاص محاسبی خود در پایتخت کار هم کرده است. به قول رئیس جماعت دهات نوگیلم ناحیه اسفره، فرار یک خانواده از این محل از وطن به قصد رفتن به سوریه برای اشتراک به نام در جهاد ساکنان را نگران کرده است. اسفره ناحیه با اهالی بیش از 200,000 در شمال تاجیکستان در مرز قرقیزستان و ازبکستان جایگیر است و مقامات آن را یکی از منطقه های از لحاظ مذهبی آسیب پذیر کشور عنوان میکنند. مقامات سوغد سال قبل گفتند که 110 ساکن ولایت به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند که 62 نفر آنها از اسفره می باشند. قبلا از رفتن حدود 20 ساکن دهه چارقشلاق جماعت شهرک این ناحیه برای جهاد در جنگ‌های سوریه گزارش شده بود. بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد، تا به حال 9 ساکن منطقه اختیاری از جنگ سوریه برگشته و جز از 1 تن هیچ کدام از آنها به جوابگری جنایی کشیده نشدند.